گویا که در همین دنیا تا یک زن تو حامله داری، دیگه زنها حامله دار نیستن. این بچه یک دم همون کلینی بیچاره روز نداده. آخه مردک جان چون نمیفهمید شما؟ همین فقط مزه تو نیست ها؟ زنک او زنک لبای خری با یک بار لبای نمیگوی آغاز ها؟ آواز یا؟ آواز شرشره چی خیلی جینج کرده؟ چی گپ گو؟ ای کردی اگه آن خود سوز؟ اکو نکردم مزم نبیمرده دوری اگه پیش پانده ما بیوم آخوتت کنم کتا کتا بخوا چی خیلی آخوت نکردی؟ خیلی عقل داری یا نداری؟ ما دابرن ای سهر تو بگر را جور میکنم تو یک آخوت کردن نمیتونی ها؟ مزم نبیمرده اکو نکردم ای همین بهونه یافته مزم نبد یک عمر اوی کرده میگردی گویا که در همین دنیا تا یک زن تو حامله داری، دیگه زنها حامله دار نیستن، دیگه زنها هوا گولا شد پیدا میکنن. این بچه یک دم همون کلینی بیچاره روز نداده. ده خبر خود بگی بیا با مرا. زنک؟ لبای مردک ای همون سه چهار لباسی دادم شوشتیشون توزه کردی؟ آج بشوه مردک نشکنده. دوستان عزیز یک لحظه بعدی خدی خواهران مادران و اپاهای عزیز میرسونم که شرکتی فابرلیک برای شما شرایطی خوبی کاری را فراهم آورده که شما میتونید در خانه هاتون خیلی سیکه کرده توسط یک تلفن موبیلی دستیتون کار فعالیتتون بیزنستون پیش برده ماه به ماه معاشای خوبی به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما نه دیپلم لازمه نه زبانهای خارجی را دانستن لازمه و نفرایی که در اگون کارخانه دولتی و کارخانه خصوصی کار میکنه شما هم میتونید در پالینتلنی کار کنید در شرکت فابرلیک و نفرایی که دانشجو هستند اختراع ها شما را هم 100% میتونید که کار کنید معاش خوبی به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنید؟ رقمای بالای اکران اپای یاسمینا جان دایرکتوری شرکت فابرلیک واتساپ همین اپا را در تلفنتون سخرین میکنین اینو رجب علی ابرانی سلام علیک مینویسین اپای ما تمام نوزکیای کارا نقطه به نقطه به پول شما را میفهمونه یادتون میته و شما هم میتونید که در آینده رنگین همین اپای ما کار کنین دایرکتور شین بعد 8000 10000 15000 معاش به دست بیارین. فقط دوستان عزیز آدمای حرکت میکردگی آدمای کار میکردگی ایدیل جان بیزنس میکردگی این اپا جون مودم مراجعت کنین به پول کار یاد بگیرین اینا می رجب علی ابرانی مراجعت کنین. زنک لبای مردک ای همون سه چهار لباسی دادم شوشتیشون توزه کردی؟ آج بشوه مردک نشکنده. ای زنک مزاق کردی سای ما تدا دین لباس دادم گفتم زنک همیار را بشو که من رای سفر دایم ما باید اقلان 2 3 لباس داشته باشم در برم. آخه مردک جان چون نمیفهمید شما؟ همین فقط مزه تو نیست ها؟ ای روزی که تو حامله دار شده ای بجان من آوردی همین تو قطع زنکی لباس نمیشوی خراک آماده نمیکنی خونه مادرم کار خونه را میکنه من ترا هیچ نفهمیدم. چون نمیفهمی مردک بخیر؟ زبان تا جمع که چوبا نمیفهمی زبان تا جمع که زنای دیگر هم زنن لحشت طوری زنن.
بچه این بچه یک دم امو کلینی بیچاره روز نداده تو این کلین تولد میکنه که دل جگر امو کلین میخوره. رجب علی یک دم بیا بچه. نه بچه اینجا بیا بچه. با چی گپایی؟ آخه بچه من نفهمیدم بچه همه همی کارو باری خونه را همی خودت میکنی ها؟ ای وقت همی امیلادور شدگی اگر من یکون پشبندک بندم من هم کارو باری خونه را کنم بچه. بچه برای چی قلب دو داری؟ بچه ای وقتی که همی زنک امیلادور شدگی دایم خوراک تیار نیست. لباسم نشوشتن، لباسم اتک نو کردن، کارو باری خونه را خودت بجای کرده سیا؟ آدم حامله‌دار شد، شیشتن، خستن، گشتن، همه چی مشکل میشه بچه. ابا چه فراموش نکن که زنی تو در بطنش فرزندی تو گرفته گشته. فهمیدی بچه؟ بچه همه یک عمر پشتی کلین میگیرین، یک عمر این فقط بجای کار میکنی. من نبینم گفتم پشتی کلین تا میگیری ها؟ بچه جان این خزان دیگه حامله‌دار نیست؟ این خزان دیگه این کلین دیگه حامله‌دار نیستن؟ ها؟ چی با همه کارا میکنن؟ هم فرزندای با دیگروشون تربیه میکنن. این نه اول یکم کودک شای ای سرم درد داره، ای چشمم شاز ایستایی، ای کار کردن نمیتونم بچم. هم بیزار همی زنک شیرم بچه روزای نزدیکی تولد کرد با همش نقض میشه. برای تربوز بیار بچه. دیدم تربوز کش شده. تربوز؟ یک تربوز. خاله که پای تربوزه بچه؟ نه با یک تربوزی سویجی دیگه بیار بچه. چی تمام بچه جون من 10 دقیقه پس میومد بچه. رجب علی بچه یک تربوز بیار که 4-5 کیلو وزن داشته باشه. فهمیدی؟ تربوز کلانی شیرین باشه. قبوله بچه جون قبول. ولو زارت لیف پیف هم در نامه بلد خوردم کردست ولو زارت لیف تو را یک عمر لیف تو کار نمیتونن یک عمر بار میبرداره بگرده باید تربوزی سبیل مولده را برو همه خونه توی تربوز مولده که تربوز میگه. کلین بچه یک دقیقه توقت کن. هیچ گم یک دقیقه توقت کن. اون تق کرده میره. هیچ گم زنکی بیعقلی بزنه که بیعقلی خیلی تا عقل فهمیش مفکوره بسیار داری؟ ها؟ چیو خیلی نگاه داری؟ دیوانک من 8-10 دقیقه میشه در پیشی دارم. هی عقل داری؟ باری وزنی من خیلی برداشته لیفت کار نمیکن بالستیچه گرفتگی و وردگیم با 8-10 دقیقه در پیشی در خود من خیلی چیزه روشم که تکره که نصرینیات خوب شد بعد بیاری دری مرا بکشوی ها؟ چا که دای خالت آخی خالم؟ ها بچه اومدی؟ بله بچه جون اومدم. آوردی تربوز آوردم نیکی بعضا با مشقت آوردم. من 8-10 دقیقه میشه در پیش دیدن هنمی باری وزنی هم هنمی باری وزنی هم خیلی برداشتم هنمی باری وزنی هم خیلی برداشتم. این کلینی به عقلتون باشه در نمکشویا اما همسوی ما داره همین قدر زده ایستم
این معلمه بریده گفتی سیستم باش بگیره میدونه تا به چورا نگی باری وزمین کتی عذاب کشیدی تربوزه ایسو برداشتی عذاب کشیدی 4 کیلو بورا آورد خواهی عذاب نمیکشی این وزبینه و چه عذاب میکشی بله عذاب میکشی اما میخواه بچم در 4 کیلو بور در 5 دقیقه در 6-7 دقیقه تو عذاب کشیدی تو آفرین زنت نمیگویی تو آفرین زنت نمیگویی که 9 ماه و 9 روز و 9 دقیقه و 9 ثانیه فرزند 5-6 کیلوگرم در بطنش گرفته میگرده